اونی که جای فرماندهای سپاه رو لو داده یه افغانستانی نیست، اصلا دسترسی به این اطلاعات نداره. نفوذ جای دیگه اتفاق افتاده. اینا بزرگش نکن باز اون نفوذی اصلی جاش آروم باشه. نفوذ تو سطح بالا اتفاق افتاده. کی بوده اون که خبر داشته؟ کی بوده که امشب مثلا سردار باقری کجا میخوابه؟ چند نفر تو کشورن این اطلاعاتو دارن؟ حالا یه جوی رو انداختن علیه افغانستانیا. آقا یالا باید افغانستانی از ایران برن. اولا اگه غیر قانونی کسی اومده تو و هیچ خیلی هم برای این کشور نداره، خیلی محترمانه بدون اینکه بهش توهین کنید، بدون اینکه ازش باج بگیرید، الان افغانستانی رو میگیرن میبرنش دم آبربانک، کارت میکشه براشون، بعد ولش میکنن، دوباره میره اونور اون میگیردش. این کثافت کاریه. توهین بکنید به این افراد، به خودشون، به نوامیسشونی اصلا، و اگه این کارو بکنید با اسرائیل فرقتون چی؟ حق ندارید، انسانن. ما چند میلیون از اینا، 3-4 میلیون از اینا 40 سال تو کشور ما بودن تا قبل از قصه طالبان. ما از اینا بدی ندیده بودیم. خیلی هم آدمای